میدونی اگه قرار بود زندگیت رو همین فرمونی که تا الان اومدی ادامه بدی، تهش چی میشدی؟ یه کپی کار کرده از پدر و مادرت با چند تا اپلیکیشن جدید روی گوشی. همین. تبریک میگم، تو روی تنظیمات کارخونه گیر کردی. اکثر آدم ها با همین تنظیمات پیش‌فرض به دنیا میان و با همون هم میمیرن. اما این برنامه برای اونا نیست، این برای توه که یه چیزی ته دلت داره قلقلکت میده. آره، این نبود، قرار نبود من اینجا باشم. اینجا کارگاه معماری خودت، جایی که قرار از اون حالت دیفالت کارخونه در بیای و خودت کد وجودت رو از اول بنویسی. ببین رفیق، ما رو عین یه تیکه گل خام پرت کردن وسط این دنیا. یه دفترچه راهنما از بچگی، جامعه و خانواده و شانس و اقبال، هر کدوم یه لگدی به ما زد و به همون شکل داد. اکثر آدم ها هم تا آخر عمرشون همون مجسمه باقی میمونن که بقیه ساختن. میشن محصول شرایط. اما یه عده کمی هستن که یه روز به خودشون میان، یه تلنگر میخورن که صبر کن ببینن. من که مجبور نیستم فقط یه تیکه گل بی شکل باشم. این خودم اون مجسمه سازم. اینه میفهمن که این خود یه مجسمه نمیکاره و این ماییم که باید ابزار رو دست بگیریم و ازش یه اثر هنری بی‌نظیر خلق. اصل اول این داستان ساختن یه دژ درونیه، یه قلعه که هیچ لشکری نتونه فتحش کنه. اول باید حاکم وجود خودت بشی تا بعد بتونی دنیای اطرافت رو تغییر بدی. نفسش رو داری اولین خشت این بنا رو با عمو یار بذاری؟ چی میشد اگه بهت میگفتم بزرگترین چرندی که از بچگی تو گوشت خوندن اینه که ته زندگی رسیدن به خوشی و راحتیه؟ چی میشد اگه بهت میگفتم این راحتی و آسایش یه مرداب خوشاب و رنگ و لعابه که فقط بلد جاه طلبی و قدرتت رو ذره ذره تو خودش غرق کنه؟ رفیق، اینجا قرار نیست برای جملات انگیزشی و آبکی بگم که حالت خوب بشه. اینجا نقشه ساختن یه چیز خیلی کمیابتر و با ارزش‌تره. یه خود قدرتمند با معنا و محکم. اسم این نقشه هم از معماری خود. هر ساختمون خفنی با یه فونداسیون خفن‌تر شروع میشه. اولین و مهمترین قانون تو معماری یه زندگی درست حسابی اینه: برج رو روی خاک نرم و شل خوشی و راحتی نمی سازن. برج رو باید روی سنگ سخت و زمخت مشکلات ساخت. به ما یاد دادن از سختی فرار کنیم، اما من امروز بهت میگم سختی دشمنت نیست. کوره پخت مجسمته، یک کوره داغ که اگه جرأت داشته باشی و بری توش، تمام ناخالصی های وجودت رو میسوزن و ازش یه شاهکار سرسخت و موندگار میسازه. پس ماجرا نبا گشتن دنبال لذت که با در آغوش کشیدن هوشمندانه یه سختی شروع میشه. رفیق، اون تیکه گل خام رو یادت نره. بدون کوره، بدون فشار، بدون ضربه های دست مجسمه ساز، اون گل تا ابد همون گل باقی میمونه. یه توده بیشکل که هر لحظه ممکنه وا بره. اینجا همون کوره است. منم کنارتم که ابزار رو دستت بدم. داغه، سخته، اما بهت قول میدم اون طرفش مجسمه منتظرته که حتی توی خواب هم نمیدیدی. مجسمه به اسم خود واقعی تو. اولین قدم تو این راه پیدا کردن بزرگترین دشمنته. دشمنی که هر روز صبح باهات بیدار میشه و هر شب باهات میخوابه، ولی تو اصلا نمیشناسیش. تو قسمت بعدی میریم سراغ همین دشمن. اگه آماده ای باهاش چشم تو چشم بشی، من منتظرتم.
پس من تا فردا همینجا همین ساعت منتظرت میمونم. یادت نره دیر نکنی جان. نظم برای ما مهمترین چیزه. تا فردا بدرود.